فقط همین بگه قول یعنی من الله و رسول دوست میدارم نمیشد. یعنی باید که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تو از همه دیگه چیزها چی باشد؟ یعنی محبوب تر باشد، هم مقدم تر، چی باشد؟ یعنی چی باشد؟ یعنی محبوب تر باشد. یعنی معناش طاعت، یعنی الله و طاعت رسول برای تو چی مقدم باشد. یعنی از نفس خودت و از مال خودت و از تمام چیز. خیلی که صحابه ها این چیز عمل کردن. همین الان مقداد رضی الله تعالی عنه، مقداد ابن معدی کریب، نام معروف به مقداد ابن عامر رضی الله تعالی عنه، چی گفت؟ یا رسول الله، گفت لو امرتنا بان نخوض هذا البحر خذنا معك. اگر گویی که مثلا دون بحر بداره، دون بحر به میداره. نفس های دریغ نمیکنن رضی الله رضوان الله تعالی علیهم. یعنی همین چیز. دویمش تفریق. اما تفریقی محبت، یعنی این محبت خالی کردنش چه میشد؟ شخص وقتی که دوست می‌داری برای چه؟ تنها برای رب العالمین دوست دار. یعنی شخص برای خودش، برای ذاتش یا برای مالش گفتیم دوست داشتن نمیشد. این اما برای چی؟ برای الله سبحانه و تعالی. و دفع ضدها، یعنی ضد محبت الله تعالی باید که چی دور کنی خودت. یعنی این چی بدست؟ یعنی ان یکره ضد الایمان کما یکره ان یقذف فی النار. یعنی کفر بد بیند چی خیلی که چی آتش بد میبیند. کی آتش ناز میبیند؟ یعنی کی میخواهد که گیرانشو دون آتش بندازد؟ کی نمیخواهد؟ هم به حسن البصری رحمت الله علیه میگوید که التوبه النصوح میگوید هی ان تکره، میگوید ان تبغض المعصیه التي كنت تحبها. علامه توبه نصوح. یعنی توبه نصوح همین چیز علامت شمیدنده میشد که همین گناه تو وقت چند می عمل میکردی که اجرا میکردی، الانکو بعد توبه کردنت از همین گناه چی شف؟ بد بین همین گناه به چی؟ نفرت پیدا کن. مثلا آدم نمیدونست غیبت میکرد. غیبت مثلا چی؟ یعنی وقتی که غیبت میکرد چی؟ لذت میفت. یعنی الانکو وقتی که فهمیدی که همین چیز حرام بدنشه، همین چی؟ غیبت به چی پیدا کن؟ نفرت، بغض پیدا کن همین چیز. بیانی همین توبه نصوح. ويجب معرفة الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. المحبة لله ومحبة مع الله يعني رسول صلى الله عليه وسلم يحب لله لا مع الله. فهمت؟ محبت برای الله و محبت همراه الله تعالی. این فرقش. محبت برای الله تعالی نعم هر چیز برای الله تعالی دوست می‌داری، دوست می‌داری، لیکن محبت همراه الله تعالی این چیز چی میشه؟ و من الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. یعنی این چیز شرک میشه. این شرک میشه. فمن احب مخلوقا كما يحب الله عز وجل فقد جعله لله ندا. سوره بقره. و هذه المحبه تضره ولا تنفعه. این محبت چه میشه؟ ضرر میرسوندش، فایده نمیبیارد این. و اما من كان الله احب الیه مما سواه و احب انبیاءه و عباده صالحین له فحبه لله هو انفع الاشیاء. اما الله دوست داشته دیگر مثلا انبیاءها، رسول، صالحها، اولیاءهای برای الله تعالی دوست دارد، این دوست داشتش چی میشد؟ علمین این بچه از همه فایده میآوره چیز می میشد. والفرق بین هذین من اعظم الامور. یعنی این هر دو این چیزه چیه؟ فرقش بسیار چه فرقش برای که حتی انسان مثلا میگه بسیار خودش چی به ربما اعوذ بالله چی به میافتاد احیانا همین چیز به همین چیز به چی میافتاد. یعنی هم به اینجا چی؟ یعنی یحیی ابن معاذ رحمت الله علیه که از مثلا چه اتباع تابعین گفت که حقیقت الحب فی الله ان لا یزید بالبر ولا ينقص بالجفا. معنی قول چی؟ یعنی حبت اگر دونی کم برادره، تو میگوی که برادر من دوست میدارم، اگر خواهی که همین برادریت برای الله تعالی یا که برای دنیا یا که شرک یا که چیز، خودت میفهمین چیز، خودت به سوال ده که یعنی معناش همین چیز یک بر این محبتت چی بسیار نکند و کذالک جفا نقص نکند. معناش چین قوله؟ یعنی معناش وای برادر تو به یک چه کار دنیاویت به چیکار کردن یاردم داد، فهمدید؟ کار دنیاوی به یاردم داد، دینار داد، درهم داد، طلا داد، نقره داد. دیدی که یعنی چی بعد از همین وای چی
تو سخت محبت پیدا کردی وای به ها یعنی معنیش محبتت برای چی شد؟ پول هست محبت هست، پول نیست مافی. و كذلك ولا ينقص بالجفا یعنی یک کار دنیاوی به چی ضرر رسوند ها یک سبب شد که 10 ریالت گم کردی ها از شیطان هم بدتر آدم بدهی ها یعنی این چی میشد ها این چی میشد چی میشد این ها برای چی میشد این برای دنیا میشه معناش محبتش برای چی بوده است نه برای دنیا بوده است یعنی این برادری تم 10 ریال بده است هم برادری 10 ریال بخریده میشید این مورد غیر برادری ها 10 ریال به میخرد 10 ریال به میفروشد فهمدید یعنی همین قول یعنی قول مثلا بسیار ما قول چیه یعنی قول پر معنی این چیز یعنی نعم این معنیش نه که یعنی یک کتبه و نیکی چیه یعنی نه این چیز من لم یشکر الناس لا یشکر الله من لم یشکر الناس لا یشکر الله یعنی ها کسی که مثلا بنده ها به شکر نکند یعنی یک کس نیکی کرد و به شکر بود جزای نجزاک الله خیرا گو تقدیر کن مثلا نه یعنی قدرش فهم و آدمه ها لیکن دیلنده میگیم یا باید که به زبان به عمل کتیبه چی تکافو کن این مثلا چی میشه یعنی نعوذ بالله این آدمی که مثلا وای به نیکی میکنند و نیکی نمیفهمد از سگ بدتر صحیح مقدسی رحمت الله علیه کتاب داره نام کتابش نام فضل الكلاب على بعض من لبس ثياب دیگه حتی آدم نگفته یه هم فقط لباس پوش ها گفت یعنی بهبودی سگ ها بر بعضی هایی که لباس میپوشند یعنی آدم نگفته یه آدم چیه آدم نگفته یه فهمده یعنی مثلا همینه که مثلا نیکی میکنی و نیکی تا نمیفهمد نیکی تا نمیفهمد و سگ اوای بهتر هم با محمد ابن منکدر میبینن که امرویش چی یک سگ گرفته گشته است گفتن سبحان الله امام مع کلب گفت که گفت هذا خیر گفت یعنی من کثیر من لبث ثوب کلب خیر من کثیر من لبث ثوب کیف هذا گفت که کلب گفت این اعطیته شکر و این منعته صبر اما هذا اللئیم این اعطیته کفر و این منعته غدر غدر میکنه اگر مثلا تیه کفران نمیفهمد شکران نعمت نمیکنه آیاتش میبرد حاضر داده بعد 2 دقیقه شده یعنی من نمیشناسم یعنی برادر یک عمر تو نیکی کار گشته بود یعنی کجا شد نیکی نه ما یادم نمیشناسم یعنی سگ این بهتره یعنی سگ به میگوتی شکرت میکند یعنی خدمتت جا به میبیارد هم خیلی یعنی سگ خدمتت جا نمیبیارد اگر نتی صبر میکند کالش خام کرد صبر کنه میشند اما این چی اگر تی کفران میشد اگر نتی چی میکند میکشد کشته باشد که میگیرد یعنی فهمدید بعضی خیلی آدم ها هست یعنی برای همین این از صفتی لئیم ها از صفتی یعنی چیه یعنی بیناموس بیشرف های خصلتش این خیلی آدم بدهی یعنی حتی جاهلیان ده این چیز چیه یعنی این چیز پسندیده نمیدیدند همین حدیثی قصه عروه بن مسعود الثقفی رضی الله تعالی وقتاً چی بود مشرک بود وقتی که میبیاد رسول صلی الله علیه و سلم گرفته میگه که صاحب میگه که یا محمد میگه تو کی به اینقدر باور میکنی این اطراف تنگیو میگه یک چه شود تو به ترکوک و هربو هنچ کو میکنن یعنی تو ترک میکنند و میگریزند ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیانه ابو بکر آدم لین میگن لیکن مثلا رفق مکانش به شده مکانش به این اند مثلا یعنی رفق بعضی ممایی های کو رفق گفته میگرد یعنی اگر وای میگه چی میگفت مثلا رحمت هم خیلی میگفت یعنی لیکن موضوع چه شده موضوع شده این وقت انده صدیق چی گفت که امسوس به بدر اللات گفت امسوس گفت به بدر اللات یعنی این گفت سخت یعنی لات مثلا بیترش یعنی
اولتش یعنی عورتش یعنی امسوس مساس یعنی فهمتید من امسوس این قولت ده انحن نترك رسول الله صلی الله علیه و نفر عنه صدقانه این قول من شده این چیز امسوس ببذر الله گفت انحن نترك رسول الله صلی الله علیه و نفر عنه یعنی قول مثلا یعنی این چیکار کرد این مشرکه تگ پا کرد نیستون عبودش کرد این قول کرد نگاه میکند که صدیق یعنی این قول میکشت یک دیگری شبیه میبیند که ابو بکر میگفت که ابو بکر میگفت لو لم تكن لك يد عندي لاجبت عن هذا نیکی ابو بکر یادش اومد این مشرک این صدیق یعنی نیکیش یعنی این سال چند شد حدیبیه سال 6 یعنی 6 سال مدینه 13 سال مکه یعنی ربما 20 سال پیش از این یک نیکی کارگی ابو بکر همین یادش اومد گفت که خلاص من بخشیدم گفت قولت مشرک لیکن امروز نمیدونه خودش مثلا چی میگه نه مسلمان میگه از خودش نیکی نمیفهمه هم به شاعر چی میگه ان اکرمت الکریم ملکته و ان اکرمت و ان انت اکرمت اللئیم تمرده آدم کریم نیکی که کردی و یعنی خود میکنی خلاص ای آدم میشه لیکن لئیم لئیم بی شرف بی نو انسان اگر اکرام که کردی و چی میشه تمرده بالات به میبرد یعنی تو به دشمن میشه یعنی معناش مثلا چی نیکی الجزاء الاحسان الا الاحسان الجزاء الاحسان الا الاحسان یعنی این چیز الله تعالی امر کرد ما احسان به احسان گردان احسان حتی رسول صلی الله علیه و آله وقتی که جبیر ابن مطعم یعنی پدرش مطعم وقتی که رسول صلی الله علیه و آله به جوارش بگرفت مشرک بود همین وقتی که جبیر فدای اسیرهای بدر با اومد رسول صلی الله علیه و آله چی گفت که اگر پدرت زنده می بود همیشه برای پدرت چی میکردم آزاد میکردم میگفت یعنی نیکی آیات نبر اومد نیکی چی آیات نبر اومد علیه الصلاه و السلام نیکی مشرک یعنی امروز مثلا برای همین نیکی باید که چی هم به رسول صلی الله علیه و آله چی میگفت و من صنع لكم معروفا فكافئوه مکافات شتید یعنی نیکی به نیکی گرون اگر ما ان لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تجدوا انكم قد كافأتموه یعنی همین خیلی دعا کن که حقیقتا یعنی دعا بسیار شود که یعنی چی حقیقی مکافات چه دادگی به ما چه کن نه که مثلا امروز تو به برایم چی میگن یعنی اگر مثلا این احسن لك احد فلا تنساه ابدا و این احسنت الى احد فلا تذكره ابدا اگر یک کس تو به نیکی کرد ابدا یاد به نیکی نبرو اگر تو یک کس به نیکی کردی ابدا به ذکر نکن باز عکس شده اگر یک نیکی کرد خلاص مرد یاد دستی بر یعنی لسان حالش میگفت که من روزنده همین یعنی گجا پیدا شدی من به نیکی کردی تو هم به یعنی چی نیکی که کردی یک کس ابدا و ذکر نکن اگر تو به نیکی کردن و ابدا و یاد نبرور نیکی چی یاد نبرور نه اینم